سلام، اینجا چنل آشپزی مهتاب پز. امروز میخوایم قیم رشتی خوشمزه درست کنیم. برای درست کردن این قیم رشتی خوشمزه نیاز داریم که گوشت ها رو با آب بپزیم. من به گوشت ها آب اضافه می کنم تا آب سطح گوشت رو بپوشونه و بعد هم بهش نمک و فلفل اضافه می کنم، چون میخوام گوشت حالتش رو حفظ کنه. از همون ابتدا نمکش رو بهش اضافه می کنم و مقداری چوب دارچین برای خوش عطر و طعم شدن قیمه به همراه یه بته پیاز رو هم بهش اضافه می کنم. در قابلمه رو میذارم تا گوشت خوب بپزه. فقط یک بار گوشت ها رو زیر و رو میکنم تا یک دست پخته بشه. وقتی گوشت ها خوب پخته شد، گوشت ها رو از آب گوشت جدا می کنم و اونها رو با چاقو یا ساتور ریز خورد می کنم. اول گوشت ها رو به قطعات بزرگتر تقسیم می کنم و بعد دوباره ریزشون می کنم. من اینجا از گوشت گوساله استفاده کردم، چربی هاشم جدا کردم، گوشت هم به این اندازه خورد کردم. چربی هاشم تو تابه میریزم تا آب بشه هنگامی که میخوام گوشت رو سرخ کنم. من اول سیب زمینی ها رو سرخ کردم و بعد چربی های گوشت رو اضافه کردم و بعد گوشت رو اضافه میکنم تا با هم سرخ بشن. اگه پیاز داغ ندارین اول پیاز رو سرخ کنید و بعد گوشت رو بهش اضافه کنید. مقداری رو به گوجه فرنگی و پیاز داغ رو اضافه می کنم. من پیاز رو از قبل سرخ کردم. مقداری لپه. تو قیمه رشتی از لپه زیادی استفاده نمی کنن، ولی با توجه به ذائقه خودتون میتونید مقدار لپه رو هم بیشتر بریزین. من لپه رو از قبل پختم و الان بهش اضافه کردم. نکات پختن لپه رو براتون توی دیسکریپشن می نویسم. میتونید آب گوشت رو که داشتین صاف کنید و تو این مرحله به مواد قیمه اضافه کنید یا مثل من از عصاره قلم استفاده کنید.
وقتی خورش شروع به جوشیدن کرد در قابلمه رو میذارم تا خورش با حرارت کم جا بیفته. اواخر پخت مقداری آب لیمو به خورش اضافه میکنم. یه مقدار زعفران هم برای خوش رنگ و خوش طعم شدن قیمه بهش اضافه کردم. اینجا قیممون جو افتاده و آماده است. به همین راحتی یه قیمه خوشمزه اونم به سبک رشتی داریم. امتحانش کنید، حتما خوشتون میاد. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً با لایک کردن از ویدیوی من حمایت کنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.